Hi guys سلام، شبتون بخیر. بعد از این مدت خیلی طولانی برگشتیم توی چنل و اینکه خیلی دلم براتون تنگ شده بود. خوب هستین؟ چه خبرها؟ خب اومدیم امشب با یه سری توضیحات اول میدم راجع به اینکه چرا اصلا این مدت نبودم و چه اتفاقاتی برام افتاد. بچه‌ها خیلی اتفاقات وحشتناک و غمگینی رو تجربه کردم و فکر میکنم 2 سال یا 3 سال شد، 2 سال خورده هستش که به سر چنل یوتیوب اصلا نزده بودم. البته با اتفاقاتی که واسم افتاد باید بهتون بگم که کلا فعالیتم تو شبکه اجتماعی رو به 0 رسوندم و اینکه ولش کنیم بریم یه ذره شادش کنیم. اومدم که از این به بعد فعال باشیم تو یوتیوب، برسیم به مانیتایز. یه بولی ببینیم برگردیم. اول اینکه باید بهتون بگم این مدتی که نبودم با مرگ مغزی پسرم همراه بود و ابوالفضل از میون ما رفت. دروازه‌بان تیم ملی نوجوانان بود و با اتفاقی که واسش افتاد متاسفانه تقریبا 2 سال هستش که در کنارم نیست و دوران سخت و افسردگی خیلی بدی رو تجربه کردم و هنوز به 1 سال فکر میکنم 4 ماه هم هستش که پدر رو از دست دادم و اینکه خیلی برام ریخته بودم. الان دوباره الان که اینجا جلوی دوربین نشستم نمیدونم چرا دلم تنگ شد واسه اینکه حرف بزنم، برگردم فعال باشم. امیدوارم که سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنین، یادتون نره کامنت بذارین و اینکه حمایت کنین برای اینکه بتونیم با همدیگه جلو بریم و محتوای شادی رو تولید کنیم. امشب قراره که ریاکت برم به کلیپ‌های خودم و چنل خودم توی همین یوتیوب. برمیگردیم. بچه‌های گل ریاکت دارم به ویدیو خودم توی چنل یوتیوب. محتواش 6 سال پیش، سال 97 وقتی که شبکه اجتماعی چیز شد، فیلتر شده بود. آقای روحانی هم رئیس جمهور بود و من خیلی اون موقع تریپم مالی یه ذره الان خندم میاد. حرفا ارزش‌هایی باشه که هممون قبولش داریم. آقای حسن روحانی یادمه وقتی که آقای حسن روحانی کاندیدای ریاست جمهوری بشین، درست سالی که ایران میخواست وارد جام ملت‌های آسیا بشه و جام جهانی، ایران رفته بود بالا برای جام جهانی بازی با آرژانتین. چقدر من هرس خوردم سر این ماجرا و اینکه از همون سالم متاسفانه شبکه اجتماعی ما همش فیلتر شد. از اون سال ما توی اینستا و همینجا توی یوتیوب باید با فیلتر شکن وارد بشیم. امیدوارم که این مشکل رو مسئولین گرامی پیگیری کنن و اینکه نمیخوام دیگه راجبش صحبت کنم چون به هر حال اینجا ایرانه و ما داریم توی ایران زندگی میکنیم، محدودیت‌های خودشونو داره. بعدش اومدم یه استاپ کرد چنل، استاپ 4 ساله. خب بعد اومدیم با یه سم خیلی چیزی برگشتم، سوبر اومدیم توی چنل و یه سری ویدیو چیز اومدم چالشی بود واسه اینستا مسابقه گذاشتم و جایزه‌شو دادیم. البته زیاد ویو نخورد، امیدوارم اینا رو دیگه سابسکرایب کنید ویو بخوره بچه‌ها. با کارگردانی سوگند خواهرم که این ویدیو رو گرفتیم، همینجا بهش سلام میکنم و خسته نباشید میگم. خیلی بچه‌ها سوگند کسی بودش که اگر توی این مدت نبود شاید خیلی حال روحی من و حال عمومیم اصلا بر نمیگشت به حالت عادی. هم بودن اون، هم بودن یه دونه دیگه دوستانم که
حالا اینجا شاید دوست نداشته باشه ازش اسم ببرم، ولی باید بگم که همتون جفتشون آقای و ایشون عین هستش اول اسمش. بریم این مسابقه با ادیت خودم بود. یه جور مصاحبه بود بیشتر. سوگن یه سری سوالات چیزی تر کرده بود و اومدم سوالا رو جواب دادیم. یه تر مسابقه بود، سوالش هم سکسوال بود، سکسوال منحرفانه بود. بله یادتون نره. بعد بچه از این بعد قول ویدیوها محتوادار باشه، شاد باشه. من تنظامی بیام یه ذره بخندیم، یه ذره حالا احوالم عوض کنیم. سوگن جان سلام. مرسی. تو خوبی؟ بله بفهم. ای خوب بود. واقعا اینو راست میگم، من هم کار منفی دوست دارمه و بیشتر شاید شیطنت ها و کودکی در فعالم خیلی جاها من رفاق داره، ولی خب اینجوری هم دیگه کارش هم نمیشه کرد. اینجا اومده و اصلا پرسیده بود کدوم بازیگر اگه زندگیتو میخواستم بسازن میگه کدوم بازیگر نقشه تو رو بازی کنه. من گفته بودم رویان و نهایی. به نظر من به الیاس شاکر. مرسی. اگه برام یه بار دیگه به دنیا بیای که کدوم کشور باشه؟ اگه برام من یه بار دیگه به دنیا بیای USA کشور دوست داشتی باشه؟ یا کانادا باشم یا نه الان خیلی عوض شده. دوست داشتم تل‌آویو باشم و واشنگتن. دوستا رو پشت صحنه دارم میخندم. و بریم قسمت آخر کلیپ چنل. آره سوال آخر با سوگن. سوال دنیا اون بر چه خبره؟ دنیای بعد از من. یه سوال ازم پرسید که هم خجالت میکشیدم بخونمش، هم این که باید میخوندیم و اینکه با بچه ها توی اینستاگرام لایو رفتیم قرعه کشی شد و به یه دون از بچه ها که فکر میکنم آقای شاهینه فامیلیشون یادم نیست جایزه داده شد. اگر داری ویدیو میبینی همینجا بهت سلام میکنم. آقا یه دونه ویدیو لاتی هم تو چنل من گذاشته شده در رابطه با بچه مسخره، خیلی سم نشه اصلا مسخره کنیم، ولی همینجا اولا به خانواده آقای مرادی سلام عرض میکنم و امیدوارم که حالا پسرشون طوفان عالی باشه و عمو سیاوش عزیز در رابطه با مرگ دردناک وحید مرادی بود و اینم من گذاشته بودم. خیلی این ویدیو من دوست دارم توی چنلم. از عکس وحید مرادی بود و اعراب لاتی ایران
امیدوارم که مردایی مثل وحید مرادی توی مملکتمون و تو کل جهان زیاد بشن. یه سری آدم ها بچه تکرار نمیشه. و اینکه حالا نظر منه ها، من اصلا نمیگم، شاید یکی دیگه اصلا با این طرز فکر من موافق نباشه، ولی من ببین نه به خاطر اینکه طرف بخوام بگم طرز فکر اراذلانه یا اختشاش و نمیدونم خشونت و اینا رو قبول دارم یا لاتی و هر چیزی، نه. وحید مرادی ناموس پرستیش و اینکه با غیرت بود و با وجود و شجاع و اینکه دست خیلی رو گرفته بود. اینو من خودم در جریان کاملش هستم و همینجا به خانمشون سلام میکنم. امیدوارم که روزگار بر وفق مراد باشه و همیشه سعی و سلامت باشن. یه دونه دیگه از کلیپ هایی که توی چیز گذاشته شده بود که این واقعا عشق منه، همینجا برای آزادی تمامی زندانیا، اونایی که واقعا حقشونه بچه‌ها، نه زندانیایی که قتل کردن، زندانیایی که نمیدونم مواد فروختن، نه اونا رو نمیگم. زندانیای سیاسیمون واقعا براشون آزادیشون رو از خدا میخوام و اینکه امیدوارم همشون رو یه روزی آزاد و خوشحال توی سرزمینم ببینم. آزادی امیر تتلو. اون موقع این آهنگ جدیدتر آهنگ تتلو بود و آهنگ کلیپ امشبمون بود. امیدوارم که راضی بوده باشید. بعد از مدت ها برگشتم. سابسکرایب و زنگوله یادتون نره، با کامنتاتون خوشحالمون میکنین، حمایتمون کنین. همتون رو دوست دارم و نگاه زیبای شما مهمه. فدای سرتون. اگر هر اتفاق غمگینی در دنیا و دور و برتون میفته شاد باشید و همیشه همدیگر رو دوست داشته باشید. شبتون بخیر.